سوال مهم و اساسی اینه که اصلا این بیزینسی که ما انجام میدیم سودابه عزیز چی هست و چطوری کار میکنه. حتما. تقریبا تو تمام لایوام اینو میگم ولی بازم همه میگم ما نفهمیدیم. واقعا خسته آره، نباشید. خب یه علتی که خب طبیعیه، من بهشون حق میدم به خاطر اینکه دقیقاً. اطلاعات اینقدر زیاده که ما دقیقاً. نمیتونیم تو لایوا بگیم. ما هرچی هم که بگیم نهایتا اون دوره آزمایشیه که شخص باید بیاد و از نزدیک دیتیل و جزئیات رو بگیره. من درست. خودم تو قبل از دوره آزمایشی واقعا هیچی نمیدونستم. تازه تو واقعا دوره آزمایشی فهمیدم. حرفتون نیومده باشم. انقدر که این بیزینس مدل تکه، واقعا اون لحظه ای که من میخواستم شروع کنم گیج بودم که واقعا مگه میشه این همه خوبی کنار هم. آره. اینی که واقعا سخته ولیه. آره، من همیشه اینو یاد حرف همسرم میافتم که آخه من 2 سال بود دنبال یه بیزینس بودم قبل از شروع این بیزینس. درست. 2 سال بود داشتم میگشتم و خیلی بیزینس ها رو زیر و رو کردم، خیلی از آفلاین از آنلاین، و هر کدومش رو به دلایلی خب دوست نداشتم، یا اینوستمنتش بالا بود یا درگیر محصولم میکرد یا چیزای دیگه. و همسرم به میخندید میگفت تو میخوای دنبال یه چیزی هستی دور باشه، قلتون باشه، ارزون باشه. نداریم بابا نداریم. بعد آخرش گفتم دیدی داریم. اینه که حالا که میگی چون تک خیلی زیادی، آره واقعا بنفیت های خیلی زیادی داره نسبت به بیزنس. چون مثلا من یادم روزی که اومدم وارد ترایال شدم، من همیشه عادتمه وقتی میخوام یه کاریو بکنم نکات مثبت نکات منفی رو مینویسم کنار هم میذارم، چون نمیتونیم بگیم که یه چیزی کاملا پرفکته. حتما یه سری معایبی داره ولی باید آدم اینا رو بسنجه دیگه. من این عادتمه تو هر تصمیمی از زندگی این کارو میکنم، در واقع مثبت و منفی ها رو میذارم ببینم کدومش بیشتر میچربه. و این یکی از معدود بیزینس، چون من قبل از این بیزنس های زیادی انجام داده بودم. به هر حال کسی که داروخانه داره سالها با کمپانی های آرایشی بهداشتی دارویی زیادی کار میکنه و این طبیعیه و اونا هم خیلی هاشون شبیه همین مدل های فرانچایز و اینا که ما داریم اونا هم هستن. اینه که در واقع من اینا رو وقتی کنار هم گذاشتم جز معدود بیزینس هایی بود که به جرئت میگم بسیار بنفیت هاش نسبت به منفی هاش بالا بود و تقریبا میتونم بگم منفی نداشت. یعنی منفی ها چیزایی بود که شخصی بود، میتونه منفی مال کمپانی نبود. این بود که مثلا مال این نقطه ضعف هایی که آدم خودش میتونه داشته باشه و هنوز اون پتانسیل هایی که رشد نکرده. اینه که حالا کلی راجبش بگم، آره خیلی جالبه. و اینکه در واقع ما یک مجموعه آموزشی هستیم که کارمون کمک به افرادیه که دوست دارن یاد بگیرن از فضای مجازی و از این پتانسیل و قدرتی که داره استفاده